ما نگذاریم که مردم ما محتاج به دیگران شوند. نگذاریم. ما ننگ و ناموس داریم. ما نمیگذاریم که عزت نفس ملت تاریخ رسد. برای ناموس داشتن مانده. من میفهمم این مشکلی ها موقتی هستند. یک باره همه این را پسی سر کردن بسیار دشوار است، لیکن میکنیم. آینده تاجیکستان درخشان است. وارد کنیم چی امکانیتی که داریم، تکنولوژی حاضر زمان و بنیاد کنیم جایهای کاری نو برای شهروندان. صدها جایهای کاری نو بنیاد کردن. صدها، قریب 1000 در 3 روز جایهای کاری نو. هزارها عائله صاحب زندگی شدند. انا این کاری ثواب است. این کاری خیر است. هزارها عائله سرسال و سرگردان از وطن بیرون نمی شوند. برای همکارانمان باز هم جایهای کاری مهیا کنیم و شدت مهاجرت مهنتی را تا توانیم کاهش دهیم که محتاج دیگران نگردند. از وضع نهایت مرکب و پیچیده جهانی معاصر خوب آگاه هستیم. در شرایط امروزه ما باید هرچی بیشتر کار کنیم، زحمت کشیم، سازیم، وطن ما را باز هم آباد گردانیم. قصر زیبا است، بسیار زیبا، لیکن شما با سر و لباس های رنگارنگ ملی از قصر هم زیباتر است. انا این است افتخار ملت تاجیک. این حالا از هزار نمود لباس های ملی 5% نیست. چگونه ما ناشکر کنیم از فرهنگ خود؟ برای چی؟ بینید چگونه زیبا هستند. بینید چگونه زیبا هستند. بینم من تکرار میگویم ما مردم آریایی تبار هستیم. در دنیا یکی از زیباترین مردم هستیم و خود سر لباس هایی که من میبینم هر یک گوشه دیار مملکت ما خودش با رسم و آیین های خودش، طعام های ملی خودش، سر و لباس های ملی خودشان چقدر زیبا است. در اینجا یک لحظه رقص سرودی مردمی یغنابی بود، سرافشانی بود. زمانی بود که مردم ما ترس داشتیم، هراس داشتیم، چون که نمیدانستیم تاریخ و فرهنگ ملت خود را. این انا همین نشانه های دلیل قدیمه بودن زبان و فرهنگ و تمدن ملت تاجیک است. ما باید احیا کنیم. خود جشن نوروزم تاریخاً جشن زیبایی پرستی است، جشن تازگی و آزادگی است. بیایتان سر لباس های بیگانه را مخصوصاً آن بانهایی که وی میکنند دور کنین. اون فرهنگ ما نیست. اون با عقل شما را نشان نمیدهد. سطر و حجاب و دیگر نه. انا برای تنها صنعتکارا نیست. در روز بهاری، در روزهای نوروزی، در روزهای عید، در روزهای خرسندی خاندان، فرزندان، در توی معرکه های خود به خانه خویش و تباران رفتن با سر لباس های چی؟ ایدانه. البته چقدر زیبا، چقدر زیبا. افسوس که مردم ما نه همه دنیا را دیدن گشتن میدانند. یک چیزی که دیدن تیز قبول میکنند.
یکی من فکر میکنم این موقت است. ما پیش روی نبگیریم، نبگذاریم. ما دولت خود را داریم، فرهنگ خود را داریم، فرهنگ باستانی خود را داریم، تمدن قدیمی خود را داریم، سر لباس های ملی خود را داریم، هزار نمود طعام های ملی خود را داریم. اینا احیا کردن در کار. احیا. احسن. من گوش کردم، من حلاوت بردم. من افتخار میکنم به هر یک عنعنه‌ای که مخصوصا رقص آستین زرافشانی لحظه هم باشد آنه که مردم ما مردم یک نابیا وی میکنند بینیتان رسمان بین قدیمه پدر مادرای ما هم در وقتش در عصرهای گذشته همین خیلی لباس داشت، همین گونه طرز زندگی داشتن. یعنی اینها ریشه های ما هستند. نسل جوان، نورسان جوانان، من به شما صدها بار مراجعت میکنم. این وطن، این قصرها همه چی ما برای شما بنیاد کرده سازیم. برای شما خالد علم آموزید، کسب آموزید که بعد از سر ما شما در آینده در عصر نو که عصر علم و تکنیک و تکنولوژی می شود اذیت نکشید. وطن خود را، دولت خود را صاحبی کرده توانید، حفظ کرده توانید. انا بدبختی پروسس های جهانی شوی همین است که اول زبانت میگیرن، بعد فرهنگت میگیرن، بعد رسم و آیینت میگیرن، بعد همین که دولت از بین میرد فرو میبرد. برای همین احتیاط باشید، افتخار کنید. من در اینجا گفتم این 6000 سال پیش ما تاجیکان اولادای ما شما بودیم. ما دولت های قدیمه داشتیم که بعضا مردم هایی که حالا وای میکنن از دور آنها در دوری جنگه ها میگشت. ما دولت ساز بودیم، دولت داشتیم، شهرساز بودیم، شهردار بودیم. برای همین خرسندی کنید، خوانید، بیشتر کتاب خوانید، اثرهای بدیعی خوانید، شعورناکیتان را وسیع کنید، جهان بینیت را وسیع کنید.